سلام گایز، خوش آمدید. امروز میخوایم بریم روبلاکس. یه روبلاکس مد شده نمیخوام حذفش میکنم. میخوام روبلاکس اصلی رو نصب کنم. به بازار اعتماد کنیم چون همه چی رو جدید میده. این چیه؟ اشتباهی رفتم بیرون. فکر کنم خیلی اشتباهی برم بیرون چون اولین بارم از صفحه بدون برنامه ویدیو میگیرم. روبلاکس مود شده نمیخوام. روبلاکس انگلیسی می نویسم تا برام تنهاییشو بیاره. عکسش آبیه. نصبش میکنیم. من یه دقیقه رفتم. یه دقیقه ویدیو کات شدنی نیست. حالا آمدم. نصب شد. نصب نشد گایز. لایک و ساب کنید. خیلی سخت. روبلاکس عکسش سیاه نه آبی. دایره سیاهه. یک چیزی هم هست به نام روبلاکس. اگه دست خطم بده ببخشید چون با انگشت نوشتن سخته. از نظرتون ساکته چون همه توی یک اتاقه. این چی میگه؟ یک چیزی بگم الان میگمش. فقط باید بنویسمش. ساب کن. واقعا لطفا سابسکرایب کن. من هدفم سابسکرایبه. فقط دوستام سابم کردن. الان 3 تاشون سابم کردن. شاید هم یه دونشون شما باشید چون یه دونشون فکر نکنم از این دوستان باشم. این 100% ببینید 100% دانلود شد. ببینید 100 نوشته 100%. اگه میخوای ادامه این ویدیو بذاریم همین الان یه دونه کامنت بده و لایک و ساب کن اگه سابسکرایب نکردی. و اگه میخوای الان صدامو عوض کنم اوکی باش. خوشحاله پایینه یه آدممونه بالایی هم یانبیه وقتی میخواد ما رو بخوره. اگر پاپی پلیتر میشناسید همین الان تو کامنت ها بنویسید. اگه روبلاکس هم نصب شد میریم دد ریس. خوشحالم که قراره باهاتون برم دد ریس چون واقعا یک آپدیت داده. همون کسی که کامنت داده بازی بعدی دریز توی ویدیوی علی ما رفتیم درس که بعد می نوشتم یا علی ما رفتیم درس همون هم فامیلیم بوده که میخواست بگه بهم گفته یعنی
بهم گفته ددریلز یک آپدیت داده، میخوام این آپدیتش رو ببینم چیه. فعلا گایز ما نت نداریم، همین جایی که دارید میبینید نتی وجود نداره. فعلا خدافظ و خدافظی کنم. خدافظ.